نباید اجازه بدید به اونا که دروازه ما رو باز بکنن. یه بار دیگه موقعیت و بالاخره دروازه باز میشه. بالاخره بچه‌ها موضع بازی برتر خودشون رو میگیرن و اینجا حسین طیبی گل روحیه بخشی رو میزنه. خب به قدرت بهادری هم میخواد به نوعی روحیه بده. پیراهن او رو میگیره و خوشحالی خودش رو با نشون دادن پیراهن قدرت بهادری، در شرطی که منتظر گل دوم بودیم که به راحتی بزنه از روی نقطه پنالتی، اما این شانس رو از دست میدیم. حالا فرصت، حالا دیگه گل دوم رو بچه‌ها میزنن روی اشتباه فاحش بازیکنای مغرب و نتیجه 2-0 میشه. ثانیه قبل خیلی راحت تر میتونستیم به گل برسیم. خود حسن‌زاده دخالت میکنه روی توپ برگشتی. اینجا جاویده که دروازه برسیم، اما ثانیه بعد بالاخره این اتفاق افتاد. اما به شکل دیگه یه فرصت برای مغرب. خدمتتون عرض کردم تیمی نیستش که خیلی بشه دست کمش گرفت. حالا اختلاف به یه گل میرسه. اساس ناراحتی هم میکنه زننده گل که اینجوری خودش رو به اون گوشه میرسونه. محمد جود و حالا کار دیگه برای مراکش یا مغرب خیلی سخت‌تر میشه در مسابقات تیم اسپانیا. بالاخره ضربه زده میشه و گل سوم. گل سوم برای تیم ما. اختلاف حالا باز هم به 2 گل میرسه. از این نوع هم ببینیم از هم پاشیدگی خط دفاعی و دروازه‌بان تیم مغرب و به این شکل علیاصغر حسن‌زاده با دخالت بازیکن مغرب توپ به کرنر میره. طیبی اونجا حسن‌زاده، طیبی هنوز به زمین نیومده، کشاورز، یه حرکت تیمی خوب و گل برای ما، گل 4م و حالا حاشیه امنیت برای ما بیشتر و بیشتر میشه. اختلاف حالا به 3 گل میرسه. توکلی بود که اینجا با یک ضربه بغل پا با پای چپ نتیجه رو 4-1 میکنه به سودم. حبیل این بار میزنه و دروازه رو باز میکنه. اختلاف به 2 گل میرسه. ایران 4 مغرب 2. این بار فنی زد. ببینیم دفعه اول قدرتی زد، این بار ترجیح داد که فنی به توپ ضربه بزنه. ارتباط قطع میکنه حسن‌زاده. 2 در برابر 3. یه پاس خوب، موقعیت برای گل 5م. اگر سرعت بدن بچه‌ها که این اتفاق میفته و گل 5م رو میزنیم. این بار علیاصغر حسن‌زاده نتیجه رو 5-2 میکنه. یه پاس توی عرض، جاگیری عالی و ضربه بغل پای آروم در این شکل شمایل باعث برتری مجدد ما میشه. کاظمی اشتباه، یه موقعیت توپ به تیر دروازه ما میخوره و در ادامه باز هم کاپیتان مغرب حبیل هر وقتم گل میزنه اینطوری سجده شکر به جا میاره. اشتباه رو احمدی انجام داد. یه مقدار اختلاف زیاد میشه بچه‌ها اون شور و هیجانشون رو هم از دست میدن برای زدن گل‌های دیگه.